کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. سازندگی های روحی مقدم بر همه سازندگی هاست. جهاد سازندگی از خود افراد باید شروع بشد و خودشون را بسازند و با شیطان باطنی جهاد کنند که این جهاد منشأ همه جهادهایی است که بعد واقع می شود. انسان تا خودش را نسازد نمیتوند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشند نمیشد که کشور ساخته بشد. جهاد سازندگی از خود آدم باید شروع بشد. جهاد نفس جهاد اکبر است، برای اینکه همه جهادها اگر بخواد نتیجه داشته باشد و بخواد انسان در جهادها پیروز بشد، موکول به این است که در جهاد نفس پیروز باشد. اگر انسانها توجه به خودشون داشته باشند، جهاد نکرده باشند با شیطان خودشون، اینها واحدهایی هستند که علاوه بر اینکه نمیتونند اصلاح جامعه را بکنند، فساد هم در جامعه میکنند. همه فسادهایی که در عالم واقع میشد برای این است که اون جهاد واقع نشده، اون جهاد اکبر واقع نشده. تمام این گرفتاری هایی که بشر دارد از دست خود بشر دارد. بشر است که به بشر جنایت وارد میکند. سایر موجودات، سایر حیوانات ولو سبع هم باشند، اونقدری که بشر جنایت میکند اونها نمیکنند. این بشر است که چون اصلاح نشده است و جهاد سازندگی نکرده است، این از همه حیوانات سبوتر است. هیچ سبویی مثل انسان نیست و هیچ حیوان دیگری هم به پای حیوان نمی رسد.